کسی نگاش میکنه؟ خواستم بپرسم این مادرزاده اینجوری یا یه سانه باز شده اینجوری شده؟ همون قضیه اسید پاشی و از این مسائل که وای دی بلا می سرزا قربونت برم. تصادف؟ نمیدونم، شما حدس بزنید. این زن بچم داره؟ صورت مشخصه، اصلا استخون بندی صورت خورد شده، یعنی استخون صورت کامل خورده. دیگه نمیتونم اونو ببینم. از سوختگی دیگه، کلاً اون سوخته باشه. ما 1 سال ناراحتی اعصاب گرفتیم. 1 سال ناراحتی اعصاب گرفتیم که دیگه یک ذره همینجور تو خانه اصلا دیگه صبح 1 دکتر شب 1 دکتر، صبح 1 دکتر شب 1 دکتر. همش فکر میکردم که دیگه میخوام خفه بشم، اصلا خیلی حالت خفه‌ای به دست من داد. اینا از بس فشار روی اعصابم آمده بود و اینا. خوابش ناراحت کننده ایه. اصلا مثلا الان سرش که رو متکا میذاره، خب تمام سرش بنده خدا دیگه مثلا همه استخون و گوشت و پوست و همه رو برداشتن دیگه. نفس که نمیتونه بکشه که خب مثلا دماغ نداره. نمیتونه کنار بچه ها بشینه. یک مهمونی میاد تو خانه مثلا اتاقش جداگانیه، غذاش جداگانیه، چایش مثلا چای صبحانش جداگانیه، نمیتونه مثلا تو جمع مهمان بشینه. یا مثلا موقعی ما برای درمان بعضا حالا میشد که میرفتیم تهران، رستوران جایی میخواستیم غذا بخوریم، مثلا راهمون نمیدادن، گفتن آقا حاجی ها رو ببرید بیرون از این. مثلا دست پدرشون رو میگیرم سوار ماشین میشن میرن پیکنیک این طرف اون طرف، با حاجی ها نتونستیم بیرون بریم. بخاطر این شرایط حاجی ها اینطوری بود. مثلا من کودکی مثلا با حاجی ها که میرفتیم بیرون، همین نگاه های مردم که سمت حاجی ها میکردن، مثلا دست بچه‌شون رو میگرفتن بیا بریم بیا بریم، مثلا بچه یه خورده میترسید و داد میزد و اینا. برای ما یه خورده اصلا مبهم بود که چرا مثلا اینا آپارتمان حاجی ها نمیتونن زندگی کنن. چون داخل آپارتمان یک سری رفتیم زندگی کنیم، کل ساختمون مثلا حاجی هایی که تو آسانسور مثلا میدیدن، بار اول جیغ و فریاد و یکی از این طرف فرار میکرد یکی از این طرف. حسی داشتیم که حاجی ها که رفتم بی حال دیدمش، اصلا من بیهوش شدم اون موقع. دیگه اصلا نفهمیدم. منو بردن تو بخش آیسیو، اونجا برده بودن سرم وصل کرده بودن و دیگه به حساب آمپور و اینا. حاج خانم بنده خدا به مقداری افسردگی گرفته بود، اون حالت به حال اوله که صورتیشون، بعد دیگه خدا رو شکر خوب شد.
ها؟ از این طرف اون جلو در دست تصویری که از ایشون میبینید شما رو یاد چی میندازه؟ فکر میکنید ایشون صورتشون چه مشکلی داره؟ اونا بیشتر همون قضیه اسید پاشی و از این مسائل که اعلانات تو روزنامه و تلویزیون. فکر میکنید صورتشون چه مشکلی پیدا کرده؟ از سوختگی دیگه، کلاً اون سوخته باشه. فکر نمی‌کنید اتفاق دیگه ای افتاده باشه برای ایشون؟ تصادف؟ نمیدونم، شما حدس بزنید. می‌خوایم حدس بزنید شما. احتمال داره. والا چی عرض کنم؟ نمی‌تونم چیزی. حالا یه حدسی بزنید. سوختگی مثلا اول چیزی که به ذهن انسان میرسه، ولی خود سوختی اگه باشه باز آثار دیگه باد باشه. چطوری میشه اگه صدمه‌ای بخواد از یک شیئی بخوره که خراب بشه صورت که خب باید بشکنه استخوان‌ها. خواستم بپرسم این مادرزاده اینجوری یا یه سانه باز شده اینجوری شده؟ شما فکر می‌کنید چرا اینجوریه؟ احساس کنم سانه باز شده اینجوری شده. چه سانه؟ مثلا تصادفی. جواب شد چی؟ رئیس اون خانه از بین بهتریه. این خانه تا اندازه‌ای از هم رفاشه. آخ خداوندا مرا مرغ هوا کن، ای مقام و منزلم با کربلا کن. یا بیامرسال یا خیطان جاحت یا ظاهر آخو ظاهر آقای رحمت الله. وای اگر با کربلا لایق نباشم، آخ مرا جارو کش امام رضا کن. هنوزم مردم مغرب نیستن، هنوزم نیستن. 25 ساله کسی با ما صحبت نکنه. صحبت نکرده کسی؟ نه. چرا؟ می‌چفسن یا می‌چفسن یا مگه جواب یا این مگه چیزه مگه این تصادفیه مادرزادیه یا چیزه جزاییه. آقا سلام، خوبی؟ مرسی. ببخشید من فقط شما رو که دیدم اومدم پرسیدم که بر اساس چی اینجوری شدین؟ گفتم بر اساس خمپاره. فقط اومدم میگم دستتون در نکنه. خیلی ممنون. زنده باشید. خوش به سعادتتون. خدا انشالله بچه‌ها بخیر. خوش به سعادتتون. انشالله که خدا شفاشو بده. الان کسی به فکرش هست؟ کسی نگاش میکنه؟ ما که قلبا ناراحت شد. خیلی سخته واقعا. این زن بچم داره؟ وای دی بلا میسرزه قربونت برم. قدرش بدونیم، به خدا ما که قدرشون رو نمیدونیم. ما خلاصه همینجوری مخلص شما هستیم. یک بار دیگه هم بوسش میکنم. اینا خیلی مخلصه. سلامت باشه. کبوتر نازم ولی شکسته، کبوتر نازم ولی شکسته. مامان جون مهربون با فن میکشه تو هست. آها اسم چیه؟ ها؟ دانیال. دانیال. تمام مردای دنیا
ببخشن معذرت میخوام اگر حوریه باشن اگر هر چی باشن نسبت به من میگم این عزیزتره بره من باور کنین یعنی از نظری چیزی که بخین چیز کنین من الان گاهی وقتا تو خانه میره یک مقداری دیگه تر میه همش نگرانش میشم میگم آیا افتاد جایی آیا مثلا ماشین بهش زد آیا مثلا به چی دیر اومد خونه خیلی نگرانش میشم ولی خب دیگه به قول معروف نمیدونم اینم حاج آقای هم قدر منو میدونه یا نه حاج آقا خیلی ما دوست داره باور کنین اگر یک روز نباشم اصلا مثل گل پژمرده میشه خیلی دوستم داره ما غذا چی دوست داره حاج آقا؟ فکر میکنم ما را از همه بیشتر دوست داره از غذا همه ما را بیشتر دوست داره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل له الكفور احد الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يا الله اكبر سبحان ربي الأعلى وحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وحمده الله أكبر الحمد لله سبحان الله إلا الله الله ورسوله صلى الله على محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالح السلام عليكم ورحمة